سلام، شبتون بخیر. انشالله همگی خوب و سلامت باشید. گفتم برای مهمونای فردام یه شیرینی تافی بارم درست کنم. دیگه اکثرتون میدونید که چقدر این شیرینی خوشمزه است. دستورش روی هایلایته. انشالله بقیه‌تون هم درست کنید و لذتشو ببرید. منتها میخواستم یه نکته ای رو در مورد شکر قهوه‌ای باهاتون به اشتراک بذارم. این شیرینی و خیلی از شیرینی‌های دیگه شکر قهوه‌ای روشن لازم دارن. منتها نه از اون شکر قهوه‌ای روشنی که دونه درشتن. ببین مثل این باید مثل ماسه باشه. این شکر قهوه‌ای روشن توی ایران ما وارداتیاشو استفاده می‌کردیم. منتها الان مدتیه که وارد نمیشه، نیست توی ایران و خوشبختانه من توسط خانم گیوچی عزیز با شرکت فردیسان آشنا شدم که این شرکت تولید کننده انواع شکر قهوه‌ای هستند. منتها میتونن شکر قهوه‌ای رو با هر بو و عطری که ما بخوایم برامون تولید بکنن، یعنی ملاس بیشتر، ملاس کمتر و هر رنگی که بخوایم. حالا اینو من نمونه برام دادن، شیرینیمو با این درست میکنم ببینم چی میشه. یه کمی رنگش نسبت به اونی که من استفاده میکردم شاید تیره تر باشه، ولی بو و عطرش همونه. حالا به امید خدا درست میکنم، نتیجه رو بهتون میگم.